بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد آل ماستان. بود شاهی در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را